یکی از توصیه های دینه که ما نسبت به ارحاممون توجه داشته باشیم، نسبت به اونها عنایت داشته باشیم، از قطع رحم با تمام وجودمون پرهیز داشته باشیم. نسبت به همدیگر عزیزان، حق و حقوق انسان ها نسبت به همدیگر خیلی فراوانه. خداوند متعال بندگان خودش را دوست دارد. خداوند متعال برای این بندگان حق و حقوق فراوانی قرار داده است. مبادا بندگان خدا را تحقیر کنیم، مبادا حرمتشان را نادیده بگیریم، مبادا به شرف و آبروی کسی تعرض داشته باشیم، مبادا به مال کسی تعرض داشته باشیم، مبادا به خون کسی تعرض داشته باشیم. به خدا پناه آوریم از اینکه حق الناس دامنگیرمون باشد. عزیزان، یک بازگشتی میخواهیم، بازگشت به سوی خدا. همه ما غفلت‌های فراوان داشتیم، همه ما کوتاهی‌های فراوان داشتیم، همه ما ناسپاسی‌ها، ناشکری‌های فراوان داشتیم. به هر جا برویم سرمون به سنگ میخوره، به هر جا برویم جایی پناهی جز پناهگاه خدا پیدا نمی کنیم. مبادا از خدا روی بگردانیم، مبادا خدا را فراموش کنیم. ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. نباشیم مانند کسانی که خدا را فراموش کردند، خدا آنها را از خودشان غافل قرار میدهد. عزیزی که از درگهش سر بتافت، به هر در که رفت عزت نیافت. امیدوارم بیاییم صادقانه به درگاه خدا معذرت خواهی داشته باشیم از گناهمون، از خیره سری هامون، از کوتاهی هامون، از حق کشی هامون، از همدیگر عفو و گذشت بخواهیم. هیچ کدام از ما بی گناه، بی اشتباه، بی خطا نیستیم. در حق خدا کوتاهی های فراوان داشتیم، در حق بندگان خدا کوتاهی های فراوان داشتیم. راه توبه بر همه ما بازه. خداوند متعال می فرماید و هو الذی یقبل التوبه عن عباده و یعفو عن السیئات و یعلم ما تفعلون. خداوندی که توبه را از بندگان خودش میپذیرد، از گناهان عفو میکند و نسبت به همه اعمال ما آگاهی دارد. خداوندی که همیشه ما را فرا خونده است، دعوت نموده است این که به سویش بازگشت داشته باشیم. هر سحرم زلا مکان میرسد این ندا، درگه لطف من بسته نیست. بیا بیا صادقانه خالصانه به سوی خدا روی آوریم، از گناهانمون عذر خواهی داشته باشیم، از همدیگر معذرت خواهی داشته باشیم و تصمیم بگیریم به خلافکاری، به معصیت و نافرمانی الله هیچ وقت هرگز باز نگردیم. خانواده را فراموش نکنید. همسرانتان حقی بر شما دارند، فرزندانتان حقی بر شما دارند، افراد تحت تکفل شما حقی بر گردن شما دارند. حقوقشون را رعایت کنید. مهمترین حقوقشان تربیت صحیح اسلامی است که خانواده ما یک خانواده به معنای واقعی اسلامی و منتظم باشد. خداوندا، ما بندگان سراپا گناه و تقصیریم، به درگاهت روی آورده ایم. گناهان ما را مورد عفو و مغفرت قرار بده. پروردگارا، دلهای ما را به همدیگر نزدیک بگردان، دلهای ما را به نور ایمان روشن بگردان. عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Подпишитесь на наш канал, вы не пожалеете.